خب حالا میخوام بیام این قسمت بالش رو انجام بدم. این یه فیروزه‌ای چرکه تقریبا کله قاضی یه چیزی مایه هاست. خب یا میتونید توی پالت این رنگ رو درست کنید اگر سختتونه که اینجا به اون رنگ که برسید، یا میتونید همینجا درست کنید. حالا ترکیباتش چیه؟ آبی، سبز، سفید و یک مقداری هم مشکی داره. حالا من اینجا روی همینجا درست میکنم که شما ببینید. یکم اول سفید میزنم چون رنگش روشنه، رنگ تیره ای نیست. خب همچنان دارم با قلم‌های شماره 2 کار میکنم تا اون قسمتی که این رنگ رو میبینم با توجه به فرمش جاشو مشخص میکنم. تقریبا اینجا هست. خب حالا آبی، سبز، یکم هم مشکیه. اینا رو همینجا تو هم ترکیب میکنم، حرکت میکنم. میتونید همین رنگا رو پالت هم بسازید. رنگی که اضافه بود رو روی پارتون بردارید اگر دیدید اضافه است. به این حالت میذارم اصلا خودش یه جاهایی آبیش بیشتره، یه جاهایی سبزش بیشتره. میبینید اون حسه رو به همون میده خودش. انتهاش رو هم فرمی که میبینم رو میسازم دیگه. حالا یک مقداری یه جاهایش خردلی داره. این بندی چند تا نقطه خردلی یه جاهایش اینجوری ترکیب میکنم. یعنی حالت خط نامنظم. حالا آبی پررنگ یه جاهایی لابلاش آبی پررنگ داره. مشکی یه ذرم آبی اینجا باید تیره تر باشه. حالا یکم سفید تا رنگم خیسه اینجاها میذارم. یکم خردلی رو بچه یه جای بیشتر میکنم مثل اینجا که یکم رنگم خوش رنگ تر بشه، یکم حالت گرمای این بال بیشتر بشه. چون همش رنگای سرد استفاده میکنیم، یکم رنگ گرم بزنیم داخلش کارمون رو جذاب‌تر میکنه. بچه اینجا یه قسمت ریزه کاری هایی داره که من اصلا الان اون ریزه کاری ها رو نمیبینم. خب سعی میکنم اون رنگ کلی زیرش رو به دست بیارم، بعد آخر سر میام وقتی که خوش شد اون ریزه کاری ها رو میزنم. چون الان چون رنگ خیس میخواد باشه شما نمیتونید ریزه کاری ها رو روش پیاده کنید. قسمت های از کار مثلا اینجاها بال روشن تره. خب من کم اینجاها رو سفید میزنم که آبی میذارم جایی یکم روشن تر بشه. خب یکم اینجا. حالا آبی کم رنگ برمیدارم. اگر گفتم آبی کم رنگ نداشتید شما کلش رو سفید بزنید، بعد آبی پررنگتون رو بیارید روش، خودش روشن میشه.
قدم شماره 4. این قسمت چون روشن تره من یکم سفید میذارم چون میخوام حالت لیمویی به هم بده. یکم از پراشون هم میام داخل، مشکلی نداره چون این پرای زرد اومده روی این قسمت ها قرار گرفته. پس منم میام یکمی هم اینجاها، یکمی هم اینجاها که رنگم روشن تره. قلمو تمیز میکنم، ضرب برمیدارم، صورت رفت و برگشتی رنگمو میارم روی کاغذ. از بالا هم یک مقداری میره روی رنگ ها. یک مقداری اردلی یه جاهایی از کار میذارم، اون جایی که حس میکنم کارم پررنگ تره حالا اینجاهایی که تیره تره خب یه مقداری سبز میتونید اصلا رنگ اینجا رو هم درست کنید روی پالت. حالا من یه قسمتشو رو پالت درست میکنم بهتون نشون میدم. این سبز رو میذارم، یه کمی هم قهوه‌ای برمیدارم قبل اینکه خوش بشه و سرعت عملتون بالا بشه. بعد روی سبزم یکم قهوه‌ای میذارم، محوش میکنم کامل. بعد سبز رو بپوشونید، این کار ترکیب شده با سبزتون، یه رنگ قشنگی به همون میده. همین رنگ رو هم میتونید بیایی اینجاها ببرید بالا کار کنید باهاش. یه ذره سبز و اینجاها اصلا یکم سبز دیده میشه توی این قسمت. یکم بچه ها رنگ زیاد پر ندارید. حالا اینجا همین رنگ رو میسازم. ببینید من خردلی میزنم، یه مقدار سبز، یه مقدار هم قهوه‌ای. سبزم کم شد، دیگه سبز میزنم. ببینید رنگ رو اینجا میسازم، یه حالت زیتونی داره. یه رنگ رو میتونم اصلا تو پالت داشته باشم، درستش کنم، یه قسمت هایی از کار که این رنگ رو میبینم بذارم قبل از اینکه کارم خوش بشه. وقتی رنگتون رو آماده داشته باشین، قبل از اینکه کارتون خوش بشه شما میتونید این رنگ رو اونجاهایی که میبینید استفاده کنید. دوباره زرد، اینجا حالت گرد بودنش باید نشون بده که میشه اینجا خاطر.
خب حالا از زیتونیه‌ای که ساختم اون جاهایی که میبینم استفاده میکنم. همین رو یک مقداری میرم بالا توی این قسمت ها محو میکنم. خب حالا مشکی یه جاهایی رو هم مشکی میذارم تا خیسه. اگر خوش شده بود که دیگه بیخیالش. حتی قهوه هم یه جاهایش میتونید بذارید. ببینید قهوه توی کار مشخصه. از نوک قدم استفاده میکنم، فشار به قدمم نمیارم. بعد موهایی که میبینم رو میذارم. الان اینجاها تیره تره، توی این جهت به سمت بالا حرکتش میدم. همینجا یکم خردلی یا یکم قهوه‌ای تا رنگ خیسه. اینجا به کارم میزنم، محوش میکنم. یک کوچولو سفید، فقط این قسمت کار رو میذارم، بقیهش نیاز به سفید نداره. حالا زرد، کامل روی این قسمت رو میپوشونم. یه مقدار خردلی، در انتها مدل اصلی رو براتون میذارم، میتونید اسکرین بگیرین، پرینت بگیرین و تمریناتون رو انجام بدین و موقعی که من دارم کار انجام میدم مثلا مدل جلوی چشتون باشه و راحت تر ببینید که من دارم چیکار میکنم.